سلام مجدد خدمت شما عزیزان و تشکر از همکاران در اتاق فرمان که اخبار یک هفته گذشته حوزه بلوچستان رو به سمع و نظر شما رسوندن. همونطور که میدونید اخبار وقتی داره منتشر میشه باور کنید همش من این اخبار رو گوش میکنم دائما میگم در کجای ایران به صورت یک جا این همه حوادث بد اتفاق میفته. قطعا پاسخ شما اینه که در هیچ جای ایران چنین اتفاقاتی نمیفته. از بازداشت ها بگیرید، کشتار بگیرید، ناپدید شدن ها بگیرید، درگیری ها و سرقت ها بگیرید. به هر حال بایستی یک جای کار ایراد داشته باشه. یعنی نمیشه بگیم آقا همین جوری داره اینها به وجود میاد. دستگیری علما، دستگیری فعالین اجتماعی، به همه اونهایی که به هر حال به نوعی صدای مردم رو میخوان فریاد بکشن، از تخریب خونه ها، همه اینها دست به دست هم داده تا امروز این برنامه رو اختصاص بدیم به مسئله نقض حقوق بشر در بلوچستان. در خدمت دوست و برادرمون جناب آقای معین ارجمند، سردبیر کمپین فعالین بلوچ هستیم. جناب آقای ارجمند، خوش آمدید به برنامه خودتون. میدونم این روزها فعالیت شما بسیار زیاد بوده در حوزه جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با مسائل بلوچستان و مستند کردن آنچه که بر مردم بلوچستان داره اعمال میشه. شما ابتدا بگید از اون کاری که شده، بعداً برسیم به آمار و ارقام. این که به هر حال شما بر اساس چه فکت هایی تونستید یک گزارش جامعی رو تهیه بکنید، از این گزارش صحبت بکنید، در چند صفحه این گزارش تهیه شده و به کجاها ارائه شده. این بسیار مهمه که چگونگی جمع‌آوری اطلاعات شما و به هر حال راستی آزمایی اون از دیدگاه شما چگونه بوده و چقدر قابل استناد هست این گزارش. آقای سوری و تمام بینندگان شبکه جهانی کلمه، همونطور که شما عرض کردید گزارش سالانه 2024 میلادی سازمان حقوق بشری کمپین فعالین بلوچ در واقع شامل جمع‌آوری 1795 مورد از نقض حقوق بشر در بلوچستان و مناطق عمدتاً بلوچ نشین به همراه جزئیات و تمام اتفاقاتی که مربوط به نقض حقوق بشر بوده به همراه جزئیات و مشخصات هستش که در این گزارش که شامل 176 صفحه و 25 بخش و به 25 بخش تقسیم شده، در واقع 1027 شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی، اعدام، سوختبری، تیراندازی افراد مسلح و خشونت خانگی کشته و زخمی شدند که این آمار فقط مربوط به این بخش‌هایی است که اشاره شد. در واقع این آمار مربوط به 5 بخش است و 20 بخش آن هنوزم مثلا آمارش بیشتر از این 1027 شهروند هستش که با تیراندازی نیروهای نظامی یا اعدام، سوختبری، تیراندازی افراد مسلح و خشونت خانگی کشته و یا زخمی شدند. خب همانطور که شما عرض کردید، منطقه بلوچستان ایران با توجه به وضعیتی خاصی که داره، در واقع دارای ملیت بلوچ و مذهبی متفاوت از سایر مناطق ایران هست. مذهب اهل سنت، یعنی اکثریت شهروندان بلوچ در سیستان و بلوچستان مذهب اهل سنت رو دارند و از طرف دیگه به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی که از تنگه هرمز تا گواش و هم‌مرزی با پاکستان و افغانستان داره، در دهه‌های اخیر خود با چالش‌های زیادی مواجه بوده، از تبعیضات، سرکوب‌های سیستماتیک و در واقع کشتار شهروندان بلوچ با عناوین مختلف و که همه اینا به صورت سیستماتیک از طرف جمهوری اسلامی و ارگان‌های نظامی و امنیتی دولتی در واقع حاکمیت صورت گرفته. خب در این رابطه موارد نقض حقوق بشر شامل بخش‌های مختلفی میشه، از آموزش به زبان مادری، زبان بلوچی. مردم بلوچ محروم هستند و از لحاظ فرهنگی، اجتماعی این هم شامل در واقع این بخش میشه. در خصوص مسائل مذهبی به دلیل رویکرد در واقع شیعه گرایانه که حکومت مذهب اهل سنت رو با کنترل‌های امنیتی زیادی مواجه کرده و در سالهای اخیر و با اجرای طرح ساماندهی مدارس دینی، حکومت مداخله مستقیمی با در واقع مدارس، مساجد و مکاتب اهل سنت و عبادتگاه‌های در واقع بلوچستان و مذهب اهل سنت داشته
و اون دسته از علمایی که خواستار استقلال عمل بودن، در واقع نمیخواستن که مدارس اونا در تحت ساماندهی در واقع حکومت قرار بگیره، بازداشت، تهدید و چه بسا ترور هم شدن و کشتار جمعه خونین زاهدان یک مورد از اون در واقع اتفاقاتی هست که فشارها به شخصیت‌های مذهبی و اماکن دینی رو افزایش داد و همچنان این فشارها بر مسجد مکی زاهدان، دارالعلوم مکی و در واقع علما و روحانیون برجسته اهل سنت بلوچ همچنان ادامه داره. بعد خب بلوچستان در همه شاخصه ها که در واقع در همه شاخصه های توسعه در پایین ترین سطح جدول قرار داره، از نرخ بیکاری، از توسعه اقتصادی، از آموزش به زبان مادری، آموزش و تحصیل، در واقع بهداشت و درمان، همه اینا در واقع شامل در واقع این مسائل میشه که بلوچستان از امکانات ابتدایی، از حداقل امکانات ابتدایی با حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع محروم هستش و به دلیل عدم وجود اشتغال و بستر اشتغال مناسبی که وجود نداره، خب مردم بلوچ چاری جز روی آوردن به مشاغلی چون سوخت‌بری و در واقع بارکشی ندارند و از این رو جمهوری اسلامی و ارگان‌های امنیتی اونا در حال سرکوب و تیراندازی مستقیم به سمت سوخت‌بران و در واقع پوله‌بران بلوچ در مرزها و در مناطق مختلف بلوچستان هستند که در واقع سالانه بسیاری از شهروندان بلوچ و سوخت‌بران بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی کشته و زخمی میشن و همه این موارد باعث شده که در واقع نقض حقوق بشر در بلوچستان به صورت سیستماتیک اتفاق بیفته و نه تنها در مسائل مختلف در نقض حقوق بشر، بلکه در مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی، در همه این موارد شامل در واقع یک سیستمی در حال اتفاق افتادن هست که جمهوری اسلامی و حاکمیت در حال سرکوب و نقض حقوق بشر علیه شهروندان بلوچ هستش. حالا حقوق شهروندی هم اگر لحاظ کنیم، حقوق شهروندی در واقع یکی از اصلهایی است که باید جمهوری اسلامی با آن در واقع توجه ویژه‌ای می‌کرد و طبق اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از هر قوم و نژاد و زبانی که باشند از حق مساوی باید برخوردار باشند و رنگ، زبان، نژاد برای اونا امتیازی نخواهد بود. اصل 12 قانون اساسی میگه که دین رسمی اسلام در واقع حکومت شیعه اثناعشری است، اما مذاهب دیگه اسلام از ائمه سنی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی دارای احترام کامل هستند و نباید اونا رو به خاطر مذهبشون تحت فشار قرار داد. اما در اصل ما چیزی یعنی خلاف این در واقع اصل‌هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده شاهد اون هستیم. حالا در رابطه با در واقع افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند، بر اساس آمارهای حکومتی بیش از 500,000 نفر از جمعیت در واقع سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند و طبق شواهد موجود شماری از اهالی سیستان و بلوچستان که برخی از اونا بالای 40 تا 50 سال دارن هنوز شناسنامه ندارن و از در واقع حداقل در واقع امکانات و حداقل حقوق شهروندی خودشون محروم هستن و برخی از خانواده ها هم که با جمعیتی بالغ بر 7 نفر یا 12 نفر هستن اونا محروم هستن و از نظر امکانات بهداشتی و درمانی، تحصیل و در واقع تمام مزایا و حقوقی که یک شهروند ایرانی در واقع شامل اون میشه از اینا محروم هستن و ماموران دولتی در واقع برای اینکه تحت فشار قرار بدن به یکی از خانواده‌های فاقد شناسنامه که 8 نفر بودند اعلام کردند که جهت دریافت مدارک هویتی باید مذهب خودشون رو عوض کنن، یعنی اهل سنت رو کنار بذارن و به مذهب اهل تشیع که مذهب رسمی حکومت هستش اونو اختیار کنن. در غیر این صورت مثلا مدارک هویتی به اونا تعلق نخواهد گرفت و در واقع اونا رو تهدید به اخراج از کشور کردن، یا گفتن که یا مذهب شیعه رو قبول کنید و مدرک شناسنامه بگیرید یا اینکه قبول نمی‌کنید خب از کشور اخراج میشید، که این خودش در واقع یک نقض آشکار حقوق بشر و یک جنایتی هست که علیه شهروندان بلوچ با حالا جناب